حالا دلتون چطوره؟ امیدوارم هر جا کسی خوب و خوش و سلامت باشید. امروز قراره بریم با هم راجع به سری مطلب رو توضیح بدم که همونطور که می‌بینید ویدیو اول ویدیو چنل بنده هستش که اسم من کوروش و اسم چنل هم کوروششه. خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو. من توی این ویدیو راجع به سری مطلب رو باهاتون صحبت کنم و توضیح میدم تا بدونید ماجرا از چه قراره و آره بنش مسئله لیتس گو. اما موضوعی که میخوام راجعش باهاتون صحبت کنم فعالیتم چیه راجع داخل چنل و این حرفا. فعالیتی که میخوام انجام بدم مثل گیمینگ، میخوام پیش گیم برم و مجازات هم کنارش میریم تا یک سری یکم بالاخره از مقطع گیم و اینا جدا بشیم که دوباره گیم میرم و ببخشید آموزش های گیم، آموزش دانلود کردن گیم و اینا کمه ولی میدارم، اگه توانم باشه میدارم. و خلاصه این از این فعالیت چنل و میخوام بیشتر گیم های بتل رویالی مثل فورتنایت و وارزون و کامبت مستر و اینا برم. من عاشق بازی های بتل رویالم چون خیلی یه سبک بازی جدیده و حالا تو این زمان تلگرام من میخوام بشینم دانلود کنم و بازی کنم و ویدیوش هم قبل شما آپلود کنم. موضوع دوم سرور دیسکورد هستش. در دیسکورد من خیلی بهش اهمیت میدم چون یه چند وقتی هست که من درش زحمت میکشم که البته مال من نیست، فقط مال یکی از دوستام هم هست، ولی من اون خیلی سر این سرور زحمت کشیدیم و گفتنش یکم سخته و تصور کردنش هم سخته. بریم که توضیح رو بهتون بدم. اوکی گاید، میرسیم به موضوع بعدی یعنی سرور دیسکورد که برم یه توضیح خیلی کلی بهتون بدم. وقتی وارد سرور دیسکورد میشید با این صفحه فکر کنم، نمیدونم یادم نیست با این صفحه مواجه میشید که اینجا توضیح دادم و خلاصه گفتم که باید چیکار کنید، چجوری بتونید وارد سرور بشید و از سرور وریفای کنید. این یوتیوب همه، این آپارات دوستم که بهتون گفتم اسمش علی ولوه، لینکش رو داخل دیسکریپشن میذارم، میتونید برید حسابش کنید و خلاصه این آپاراتشه، این لایوشه، اینم شاپی که اسپانسر این ویدیو سرور شاپ هستش، برید خرید کنید ازشون. خیلی شاپ خوبیه، یه محصول خیلی خوب بهتون تحویل میدن و خلاصه برید ازشون خرید کنید. اینجا هم اینوایت لینک رو دوست داشتید خودتون یا بیاید اینجا برسونید یا هم که بیاید اینجا اینوایت بدید. بعدش هم سرور رولده که خب سرور رولد رو خودتون بخونید، من نمیخوام خیلی وقتتون تو این ویدیو بگیرم. بعدی هم اکسچنجه، اگه اشتباه نکرده باشم اکسچنج بچه‌ها میتونید تیکت بدید، تیکت که ما میگید برای اکسچنج اومدیم بعدش سرورتون اکسچنج کنید بعد شما هم سرور ما رو تو سرور خودتون تبلیغ کنید. دیسکورد آپدیت هم آپدیت های دیسکورد و آره دیگه خلاصه اینا بوست ها، افرادی که بوست کردنه و کسایی که بوست دارم اصلا بوست ها ممنون میشم حداقل یه دونه بوست سرور رو بزنم، دمشون گرم. خب بعدی موویه واسه وایس های پایینه که اینجا الان مثلا مال علی ولوه میشم ولوهش ولوه و اینا هم وایسایی که موبایلش دسترسی داریم. این اولین ویدیو چنل من همیشه ویدیو چنلم خبر ویدیو چنلم همینجا واقع میشه، کاتگوریش هم همینه، نیوز چنل. اینجا استریمای چنل منه و اینجا استریمای چنل علی ولو هستش. اینجا هم لنده، میتونید با بچه‌ها چت بدید و میم بذارید و کامنت استفاده کنید، یکی این وایس کامنت استفاده کنید. لول اپ، اگه لول اپ بشید بچه‌ها، اگه به لول 35 برسید لول اکتیو رو دریافت می‌کنید، رنگ اکتیو رو دریافت می‌کنید. یه رنگ خیلی خوبه که به وایس 2 دسترسی داره و بی‌نهایت میتونید توش کار کنید. حالا جدا از اون میرسیم به آخرین بخش یا هم کاتگوری بهتره بگم، کوروش هاوس، علی هاوس، فامیلی هاوس و ارچی رکوردینگ و براش. این کوروش هاوس مال منه، علی هاوس مال علیه که خودتون میتونید مشاهده کنید. فامیلی هاوس هم مال دیگه اگه خیلی وایس شد میایم اینجا. ارچی رکوردینگ هم که من توش هستم مال وقتی رکورد میشم میام تو این وایس تا همه بدونن که من دارم رکورد میکنم و رکوردینگ هم به هم موضوع منه. اوکی بچه‌ها، مثل که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید، حتما این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشن رو بزنید